امروز از ماینکرافت براتون یه چیز خیلی خوب آوردیم که وقتی اسپام میشید باید به این مختصات برید تا به یه ویلیج خوب برسی که چستای خیلی خوبی نداره و لوتای خیلی داغونی داره، ولی یه بایوم چری غلام خیلی ناز و کیوت هستش که خیلی کوچیکه. وقتی به این مختصات بری به یه دروازه ندره شکسته میخورید که چست خیلی خوبی داره. قبل از اینکه آخر رو بهتون نشون بدیم لایک کن و چنل ما رو سابسکرایب کن وقتی به این مختصات میری به یه استراکچر ترید چمبرز میرسی که خیلی خفنه. اینم از سید. امروز از ماینکرافت براتون یه چیز خیلی خوب آوردیم که وقتی اسپام میشید باید به این مختصات برید تا به یه ویلیج خوب برسی که چستای خیلی خوبی نداره و لوتای خیلی داغونی داره، ولی یه بایوم چری غلام خیلی ناز و کیوت هستش که خیلی کوچیکه. وقتی به این مختصات بری به یه دروازه ندره شکسته میخورید که چست خیلی خوبی داره. قبل از اینکه آخر رو بهتون نشون بدیم لایک کن و چنل ما رو سابسکرایب کن وقتی به این مختصات میری به یه استراکچر ترید چمبرز میرسی که خیلی خفنه. اینم از سید.